دفعة تخرج طلابية تحمل شعار جشن فارغ التحصیلی دانشجویان رشته زبان فارسی دانشگاه صنعا، بزرگترین دانشگاه دولتی یمن به نام دوره شهید سلیمانی امروز برگزار شد. 22 دانشجوی دختر و پسر با وجود تلاش متجاوزان برای توقف آموزش عالی در یمن و همچنین جلوگیری از گسترش روابط میان ملت‌های یمن و ایران با تحصیل در این رشته بر اهمیت فرهنگی میان دو ملت تأکید کردند. ما در این روز جشن فارغ التحصیلی می‌خواهیم سپاسگزاریم هر کسی که ما را کمک کرده. ما این زبان انتخاب کردیم چون روابط زیادی میان یمن و ایران از اصل‌های قدیم هست. هذا الحفل يعتبر این جشن از جشن‌های خوبی است که شاید پیش از این برگزاری آن برای ما قابل تصور نبود. آموزش زبان فارسی به دانشجویان یمنی گامی در چارچوب وحدت اسلامی است. اللغة الفارسية التي يحملها هؤلاء زبان فارسی که این دانشجویان آموختند اقدامی نویدبخش از توسعه علمی و فرهنگی میان یمن و ایران با توجه به روابط تاریخی دو کشور است. در زمان اهمیت یادگیری زبان فارسی بین مردم یمنی و مردم جمهوری اسلامی ایرانی تبادل شناخت تعزیز و ارتقاء شده است. فی تعزیز العلاقات و تبادل گسترش روابط فرهنگی یمنی ها با ملت بزرگ ایران با تمدن چند هزار ساله بسیار مهم است. الإرادة الشعبية والرسمية بين البلدين. اراده مردمی و رسمی به ویژه در سایه روابط سیاسی موجود میان دو کشور واقعیت جدیدی را به وجود خواهد آورد تا زمینه‌های گسترده‌تری جهت همکاری و تبادل فرهنگی فراهم آید. روندی که با پایان یافتن موانعی چون تجاوز و تحریم یمن جدی‌تر خواهد شد. عبدالله اليوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعاء.